أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید، حالا هم در باب صفت اندازه کرته و آستین و ایزار و فش سله و در همین باب ها دوام داده ایستادیم. در حدیث 797 رسیدیم از کتاب ریاض الصالحین. خب در حدیث 797 امام نووی این حدیث را آورده است که میگوید و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ازرة المسلمی الى نصف ساقی. ازره یعنی ایزارش، یعنی که شلوار مسلمان تا نصف ساقش باید باشد. یعنی مسلمان وقتی که شلوار میپوشد پاچه هاش باید تا نصف ساقش، تا نصف ساق پاش باشد. ولا حرج او ولا جناح. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که ولا حرج یعنی مانعه نیست، او ولا جناح یا گفت که گناه نیست، یعنی مانعه نیست یا گناه نیست. فیما بینه و بین الکعبین، یعنی در آن ایزاره که آن پاچه که بینه و بین الکعبین باشد، یعنی بین ساق پا و بین کعبین باشد، بین بجلک پا، یعنی که تا نصف ساق نه و کم تا پایانتر هم باشد هیچ کار نمیکند. باز پایانتر باشد خلاصه ای بجلک پا پایان نشود، تا بجلک پا را حق داری. میگه ولا حرج او لا جناح، معناش این است که مانعه نیست، گناه نیست، ای ساق پایان بیاید تا کجا را؟ تا بجلک پا را. خلاصه ای بجلک پا نگذرد یا بجلک پا را نپوشاند. ما کان اسفل من الکعبین فهو فی النار. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ما کان، یعنی هر پاچه ایزاره، هر پاچه شلواری که کان اسفل من الکعبین باشد پایینتر از دو بجلک پا، فهو فی النار، پس اون پاچه، پس اون پایه ها در آتش جهنم است، در دوزخ است. و من جر ازاره بطرا لم ینظر الله الیه. و هر کسی که جر ازاره بطرا یعنی که بکشد شلوارش رو یا پاچهش رو به زمین، بطرا از روی کبر، از روی غرور، لم ینظر الله الیه، نگاه نمی کند الله تبارک و تعالی به سوی اون انسان، اون انسانی که این صفت را دارد. یعنی اسبال ایزار هر کسی که میکند عذابش همین است که الله سبحانه و تعالی به سویش نگاه نمی کند. رواه ابو داوود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داوود با سند صحیح روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 798. بعد از این حدیث 799 و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت مررت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی میگوید گذشتم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و فی ازاره و فی ازاری استرخاء. اکنون ابن عمر میگوید که در بروک من یا در همون شلواری که پوشیدگی بودم، در شلوار میگه استرخاء بود، یعنی پایین افتیدگی بود، یعنی شلوار میگه پایان بود، ده بگم از بجلک پا پایان بود. فقال یا عبدالله، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ای عبدالله، یعنی ابن عمر نامش کی بود؟ عبدالله. گفت ای عبدالله ارفع ازارک، یعنی بردار ازارت را، پاچت بردار. گفت فرفعته، پس میگه من برداشتمش. ثم قال زد، باز میگه گفت که بیشتر، زیادتر، باز هم برداشت. فزدت، پس میگه باز هم برداشتم. فما زلت اتحراها بعدو، پس همیشه میگه بالا میکردم، میگه بعد از اون، یعنی بعد از اونه که پیغمبر گفت که بردار، پس میگه من دیگه همیشه میگه بالا میبرداشتم. فقال بعض القوم الى اینا، پس بعضی قوم پرسیدن که تا به کجا را، یعنی بردار بردار گفت پیغمبر، تو تا کجا را برداشتی که بعد پیغمبر بگیم دیگه بردارت نگفت. پس میگه گفت که فقال الى انصاف ساقینی، میگه تا نصفی ساق پا ما برداشتم. و ما اینه که تا برداشتم تا نصفی ساق پا ما
پس پیغمبر دیگر از اون زیادتر بردار نگفت. پس این هست سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم که تا نصفی ساق باشد. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب این بود حدیث 799. بعد از این حدیث 800 و عنه قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که من جر ثوبه خیلاء، یعنی هر کسی که بکشد به زمین لباسش را خیلاء، یعنی از روی کبر و غرور، از روی تکبری این کارا بکند، لم ینظر الله الیه یوم القیامت، نگاه نمیکند الله تبارک و تعالی به اون انسان در روز قیامت. فقالت ام سلمه، اکنون برای زنها ام سلمه رضی الله عنها پرسان شد از رسول الله که پس زنها چیکار کنند؟ گفت که فکیف تصنع النساء بذیولهن، یعنی که پس چیکار کند زنها، یا چی میکنند زنها بذیولهن، یعنی با دامنهاشون، یعنی کرتای دراز میپوشن که به زمین شکیده شکیده میرود، پس این را چیکار بکنن؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یرخین شبرن، پیغمبر گفت که بر روی زمین میکشونن، زمین در میرسوند یک شبر، یک وجب. یعنی از زنها وقتی که لباس که میپوشن باید یک وجبش در زمین باشد، یعنی اینقدر طولانی بپوشن، یک وجبش در زمین باشد. قالت ام سلمه رضی الله عنها باز هم بگم با یک وجب زیاتی بگم ناراضگی بیان کرد، گفت که اذن تنکشف اقدامهن، گو اگر یک وجب اگر در زمین باشد پس تنکشف اقدامهن، یعنی نمایان می شود، آشکار می شود قدم های زنها، قدماشون آشکار می شود. یعنی وقتی که یک وجب باشد اگر ره بگردد بعد در این صورت یعنی چیکار میکنه؟ آشکار می شود. قال، پیغمبر چی گفت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فیرخینه ذراعا لا یزیدن، پس گفت زنها باز هم درازتر کنن همون دامنهاشو، نه یک ذراع، یک ذراعش بکنن، یعنی که تقریبا 40-50 سانتی متر، یعنی دو وجب زیادش بکنن. بعد پیغمبر گفت که لا یزید، نه از این طولانی ترش نکنن، یعنی از یک ذراع زیاد بالا نبرد، بگم زیادی بعد به زمین نکشن، زیاد یک ذراع، یا وجب و یک ذراع. رواه ابو داوود و ترمذی، این حدیث را ابو داوود و ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. پس این است حکم زنها، یعنی زنها باید طولانی بپوشن، کرتهاشون دامناشون طولانی باشد که به زمین شکیده برود تا اینکه قدمهاشون پایهاشون نمایان نشود. این هست آداب شرعی و آداب پوشاک پوشی برای زنها. اما امروز زنها از مردا هیچ فرقی نمیکنن در لباس پوشی، متاسفانه. الله پناه بدهد. خب این باب اکنون باب صفت چقدر بودن کرته و دامن و فش سله و آستین و اینها به آخر رسید. با همین حدیث 800 این باب به آخر رسید. اکنون باب نو در میگذاریم. باب نو، باب استحباب ترک ترفع فی اللباس تواضعا. این باب نومون در مسئله مستحب بودنی ترک کردنی لباس های قیمت بها پوشیدن تواضعا، اما این ترک کردن از روی تواضع باید باشد. الترفع یعنی که لباس های قیمت، فهمو؟ یعنی در بالا، نرخ‌های بالایی داشتن در لباس، یعنی لباس‌های گرانبها و لباس‌های قیمت رو پوشیدن را ترک کردن مستحب است. در کدام صورت؟ تواضعاً، اگر که از روی چی باشد؟ از روی تواضع باشد این کار انسان بکند. خب میگه قد سبق فی باب فضل الجوع و خشونة العیش جمل تتعلق بهذا الباب. واقعا میگه گذشت در باب فضیلت گرسنگی و خشونت العیش، یعنی که سخت بودن زندگی سخت و دشوار، جمله های میگه گذشت در همون بابای گذشته، تتعلق بهذا الباب، که ان همون جمله های گذشته تعلق دارن، مربوط هستند
یا وابستگی دارند به همین باب که در اون جمع، یعنی که میانه حال بودنی در خورد و خوراک در این چیزا را بیان کردگی که بود، برای میگه اونها هم تعلق به همین چیز دارند، یعنی که نه قیمت بها و نه رسخود زیادی و نه اسراف، بلکه همون چیزی باشد که سطر بکند بپوشاند کفایه میکند. خب در این باب یک حدیث آورده است امام نووی، فقط اشاره کرد که در بابای گذشته که به همین موضوع مربوط گپا گذاشتیم، اما در خود این باب یک حدیث میاد، حدیث 801. وعن معاذ بن انس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، از معاذ بن انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گفت، رسول الله گفت که من ترک اللباس تواضعا لله، یعنی که هر کسی که خودداری بکند از لباس ها، مقصد از لباس های قیمت بها، از لباس های گران و از لباس های پر ارزش، تواضعا لله، این ترک کردن لباس های قیمت بها برای فروتنی و تواضع برای الله باشد، برای تواضع و فروتنی خاص برای الله باشد. و هو یقدر علیه، لیکن همین انسان قدرت دارد، توانایی دارد که همون لباس قیمت بها را بخرد، یعنی زورش میرسه، میتواند که اون را بخرد، با وجود توانستن اون لباس قیمت بها را ترک کند. دعاه الله یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، پس میگه فریادش میکند الله سبحانه و تعالی ان همین مرد را، ان همین انسانی که توانایی لباس قیمت بها پوشیدن داشت و نپوشید، برای تواضعاً فروتنی به خاطر الله نکرد این کارا، الله فریادش میکند در روز قیامت علی رؤوس الخلائق، یعنی که بر حضوری تمام مخلوقا، به نزد تمام مخلوقا، در نزد تمام مخلوقا الله سبحانه و تعالی این انسان را فریادش میکند، دعاه، فریادش میکند، صداش میکند. چرا صداش میکند؟ چرا در بین مردم؟ حتی یخبره من ای حلل الایمان شاء یلبسها، برای اون فریادش میکند حتی تا اینکه یخبره، یعنی الله سبحانه و یخیره، تا اینکه الله سبحانه و تعالی اختیارش بدهد، تا اینکه الله سبحانه و تعالی اختیارش بدهد. یخیره میشه بگیم که اختیارش بدهد، یخیره میشه که الله سبحانه و تعالی براش مهیا بگرداند، براش آماده بگرداند. من ای حلل الایمانی، از هر لباس ایمان شاء بخواهد یلبسها، یعنی بپوشدش. هر لباس ایمانی را که هر لباس های ایمانی را که میخواهد بپوشد، پس الله سبحانه و تعالی براش یخیره، یعنی که اختیارش میتید یا مهیاش میگرداند که انسان میتوند که از اون استفاده برد. پس این فضیلتی کسی که لباس قیمت بها را فقط به خاطر تواضع برای الله سبحانه و تعالی ترک میکند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن می باشد. خب بعد از این باب نو، این باب با آخر رسید، باب نو، باب استحباب توسط فی اللباس. اگه در اونجا گفت که لباس های قیمت بها را نپوشد، اکنون وقتی قیمت بها را نپوشد پس چی را بپوشد؟ کدام نمود بپوشد؟ اکنون باب نو ده این مسئله را توضیح میتید. میگه باب در مسئله مستحب بودنی توسط در لباس، یعنی میان نروی کردن در لباس. مثلا یک لباس هست 50 سوم، یا تاش هست 70 سوم، 80 سوم، یا تاش 100 سوم، پس توسط بکن، میان نروی بکن، نه قیمتو نه ارزان، یعنی که میانه روی کردن در لباس پوشی. ولا یقتصر علی ما یزری به لغیر حاجتین، یعنی که نباید انسان اقتصار بکند، یعنی که بگیم بگه که خلاص که من لباس قیمت نمیپوشم، خلاص همین ارزانکو را بگیرد که علی ما یزری به لغیر حاجتین، که این انسان را به حقیری و به خوری بکشاند، یا این انسان را حقیر و نادار و بگیم انسانی فقیر نشانش بتید. این طور لباس هم نپوشد، یعنی که لباس قیمت بها را نپوشد معناش این است که دیگه پسترین لباس بپوشد، نه، یا لباسایی را بپوشد که ما یزری به لغیر حاجتین،
یعنی این انسان را حقیر و این انسان را خار و این انسان را بگیم سرزنش شده نشان نتید، ولا مقصود شرعی و همچنین به مقصود شرعی به هدف شرعی هم نباشد، یعنی که بگیم از مقصد شرعی دوروش نکند، یا که مثلا لباسایی باشد که سزاوار خیلی همون شخصیت باشد. فهمو؟ خب در این باره امام نووی رحمه الله یک حدیث میاره، در این باره هم یک حدیث آوردگی است. در این باب میگه که عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضی الله عنه قال، یعنی که حدیث این باب حدیث 802 حدیث 802 عن عمرو بن شعیب، یعنی از عمرو بن شعیب، عن ابیه از پدرش عمرو بن شعیب روایت میکند، عن جده پدرش بوده از پدرش، یعنی از بابیش، رضی الله عنه روایت است. گفته است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، یعنی که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد که ببیند اثر نعمت‌هایش را در بنده‌اش. یعنی انسان الله سبحانه و تعالی براش مال داده است، انسان را که الله سبحانه و تعالی براش ثروت دادگی است، پس الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد که از این انسان مالدار و ثروت داده آن چیز نعمتی که براش داده است اثرش ببیند. اثرش چی است؟ پس یک لباس سزاوار و شایسته برای خودش بپوشد. پس امروزه دا بگیم یک ماشینی سزاوار و برای خودش می ارزیدگی بخرد و استفاده برد، یا خانه ای با اندازه خودش می ارزیدگی بخرد و بگیم استفاده برد. پس الله سبحانه و تعالی دوست می دارد که اثر نعمتی را که برای بندهش داده است در خودی بنده ببیند، در لباسش و در خانهش و در ماشینش، در این چیزها الله دوست می دارد که ببیند. پس از این حساب نمی شود که یک انسان ثروتمند یک لباس را بپوشد که لباس فقیر و نادار و دریده و بگیم لباس از کار برآمده باشد. نه، این صورت در اثر نعمت در این انسان پیدا نشد، بلکه این انسان باید یک لباس متوسط و لباس میانه را در بر بکند، نه اینکه قیمت بها را، زیرا که بگیم باز شاید یک لباسایی هسته که $100 یا لباسی هسته $1000، پس همون میانه ش بگیرد تا اینکه اثر نعمت در اون انسان پیدا شود. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است و گفتگی است که حدیث حسن می باشد. این باب هم به آخر رسید. باب بعدیش باب در مسئله تحریم اللباس الحریری علی الرجال، یعنی حرام بودن لباس ابریشم برای مردان، و تحریم جلوسهم علیه و حرام بودن نشستن بر بالای لباس ابریشم، و استنادهم الیه و جواز لباس و استنادهم الیه و جواز لباسه للنساء، و تکیه کردن مردها حتی بر لباسهای ابریشم جایز نیست، حرام است، و جایز بدن لباس پوشیدن زنها ابریشم را برای خودشان لباس بگیرن برای زنها جایز است، میتونن که حریر را لباس کنن برای خودشان. این باب انشاءالله درس آینده که چند حدیث را میارد امام نووی رحمه الله، این باب را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون، به همین درس امروزه را به پایان میرسونم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.